اوه ببین چه کردم. اوه شهاب چی شدی تو امشب؟ ماه شدی. فرید خوب قرض میکنه. آقا بریم من خودم اجرا میکنیم مثل که نمیاد. آقا سلام عرض شد. من مخلصتونم. من سلام قربونه قد بالا کیفیت خیلی خوش اومدید. چطورین خوب هستین؟ در داشت؟ بله من از پارکینگ میام. خوب هستید؟ دیگه برنامه رو شروع کردین؟ آره دیدم نیومدی گفتم برم مردم تو من نیام برنامه رو آنتن نمیره. خب بریم. از یه نفر پرسیدم ظرفیت یعنی چی؟ گفت ظرفیت ولش کن، ظرفیت عشقه. مردم سلام، با یه برنامه پارک علت اومدیم مهمون خونه هاتون شدیم. امشب می‌خوایم در مورد ظرفیت صحبت کنیم. از این رو یکی از مجریای خیلی خوب دعوت کردیم که در مورد ظرفیت مجری‌ها و اجرا صحبت کنیم. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدید. فدات شم. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم، به چشماتونم خیلی میاد. فدات شم. خوبی. به خاطر این حرف خیلی قشنگه ما یه دوربین اون بالا داریم. اگه میشه دستی تکون بدید. قربون بالا کیفیت برم. قربونتون برم. ادای منو در آوردین، دیالوگ منو گفتین آره؟ قربون بدم. داشتم تمرین می‌کردم قبل از اینکه بیام. اینو اول من بگم تو نگی. قربونت برم من خیلی دوست دارم. چرا اینا رو میریزی؟ فدات شم خیلی دیگه احساس دارم. آره قربونت برم. امشب می‌خوام در مورد ظرفیت صحبت کنیم. خب اصلا تعریف کن که ظرفیت چیه؟ تو اجرا باید مجری چقدر ظرفیت داشته باشه؟ بعد خیلی از منتقدینت میگن که مهمونایی که میان تو برنامه تو یه جوری باهاشون صحبت می‌کنی که خود بهشون برمیخوره. آره برمیخوره. داریم. قربونت برم. بذار اینجا من بگم هر کسی میخواد بیاد تو برنامه من بعد قبل خودشو آماده کنه که نقد بشه. اصلا هم نباید ناراحت بشه. آخه به چه قیمتی؟ یه موقعی مثلا این منتقدین یا پیامک مردم میدن میگن شما دیگه مهمون کتلت میکنی، مثلا نقدش نمیکنی. آره اینجوریه. این کتلت کردن نیست، یه جوری به چالش کشیدن. نباید ناراحت بشه. میدونی بیشتریا میگن که مشکلشون با نحوه اجرای توئه. یه موقعی میگن مثلا منتقدین میگن زیاده روی میکنی. آره زیاده روی میکنی. اصلا داریم زیاده روی داریم؟ نه نداریم. قربونت برم یاده من در نمیاد. خب من خیلی دوست دارم و ناراحت نشی. اصلا تمرین کرده بودم قبل از اینکه من انتقاد پذیریم بالا. عزیز من کسی که میاد تو برنامه من مسئوله که جواب بده، سوادشو داشته باشه، جواب منو بده، ناراحت هم نشه. خب اگه مثلا همین رفتارا رو با خودت بکنن همین منتقدین میگن مثلا ناراحت نمیشی؟ چرا که ناراحت بشم؟ خیلی خوشحال میشم. البته اینو بگم سوادشو داشته باشه، سوادش من بیشتر باشه، اصلا هم ناراحت نمیشم، خوشحالم میشم. تازه ببین فرشاد جان قربونت برم، الان یکی از صحبتایی که بیشتر پشت شما هست میگن که تکلیفت با خود مشخص نیست. یه روزی میری بازی میکنی، یه روزی میری نمیدونم شاعر میشی، یه روزی میای اجرا میکنی. بعد برای همینه که سالی یه بار بعد خود نگران زبونت مثل یه ذره تنده. بعد سالی یه بار بهت برنامه. ببین منو نگاه، اونایی که این حرفا رو به تو زدن همه حسودن. دوربین من کدومه؟ همه حسودن. آقا بعد من همه فن حریفم. آقا همه فن حریفم. میتونم انجام میدم. آخه فدات شم غیر از همه فن حریفی که داری همه دیگه تو فوق مال مجریه. فدات شم. به خاطر این قضیه نیست. میگن که مثلا شما میری توی برنامه رو از دست مجری میکشی بیرون، همینجوری قلوپی میاریش بیرون. من میگیرم. من هر جو که اجرا کردم برنامه رو از من گرفتن که من سالی یه روز برنامه اجرا میکنم. همین دیگه به خاطر زبونت میگن سالی یه روزه میخوای زبونت بکنی. نه قربونت برم. من چون ناراحتی قلبی داشتم گفتم که دیگه اجرا نکنم. ناراحتی قلبی داشتم. شما هم بگو ناراحتی قلبی داشتم. ببین من یه چیزی بذار اینجا همینجا بهت بگم. شما یه نفر رو پیدا کن که تو مجری سوادش هم من بیشتر باشه. هر کیو پیدا کردی که سواد معلوماتش هم من بیشتر بود کو میبوسم میذارم کنار. مجریگری میذارم کنار. داریم واقعا تو نگران اون، نگران این، نگران این مجری ابرو قشنگ، مجری خوب، نگران این مجری مهربون، دو تا مجری، یه پلاته قشنگ، دو تا مبل، کف سفید. ببین منو نگاه. کدور بینم. من همین الان بوسیدم گذاشتم. آره پیدا شد. به نظر منم میبوسم میذارم کنار. نبض میبوسه میذارم کنار. دو تا مجری که میبوسم میذارن کنار. دو تا مجری که دارن میرن. برنامه ما رو ببینید. 3 و 2 1 الف و 2 د ت قبول بم. خب دیگه من باید برم. با کدوم دوربین؟ با این دوربین یا با اون دوربین؟ خدافظ.